سلام و درود نثار شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، در چهارراهی بوز یا چهارراهی گل سرخ هستیم و صدای ماشین هوا هم چقدر زیاد است. در چهارراهی بوز هستیم دوستان عزیز. چهارراهی رو میبینیم و ما تو میریم طرف چهارراهی مارکت شهر کابل. اما دوستان عزیز یک ذره خسته شدیم و حوصله گپ زدن بخیر رفته. یک ذره کم گپ زدم و خسته بودم، مرا ببخشین. جایی که ضرور بود براتون میگم و بقیه‌اش باز دیگه خودتان در تصویر دیده بریم. چهارراهی بوز دوستان عزیز یا که چهارراهی گل سرخ یکی از چهارراهی های مشهور، زیبا، مقبول و سرسبز شهر کابل است که یک نمای بسیار زیبا و مقبول همچنان داره. این قسمت که در تصویر میبینین این چهارراهی بوست یا لب جرمین گل سرخ است. خب دوستان عزیز ما دیگه دور میخوریم میریم طرف چهارراهی مارکت یا حوزه 4. دیگه این مناطق هم دوستان عزیز به احتمال زیاد نه که 100% مربوط حوزه و ناحیه 4 شهر کابل میشه. این دوستان عزیز نمای دیگه است چهارراهی بوست. دیگه اون طرف سرک میخوایم دوستان عزیز بگذارم به خاطر که طرفش بسیار آفتاب است و آدم اذیت میکنه. این کاکامون گلا را آب میداد، این گلای چهارراهی را کارمند ریاست سرسبزی است. دوستان عزیز بگذاریم از اینجا با موتر نزنه ما را. خب دوستان عزیز گذاشتیم پانتون سلام در این بخش میبینین. اگر شما از پانتون سلام فارغ شدین برای ما بگین که چطور پانتون است و چی خوبی ها و چی بدی ها داره و چی خاطرات از این بخش شهر کابل دارین. این سرک دوستان عزیز زیادتر مبل فرنیچر فروشی هست و نکل و آلومینیوم، کتاره های پی وی سی و ارسی های پی وی سی زیادتر جور میشه و خرید فروش میشه. چون دیگه دوستان عزیز چاشت است، ساعت 2:30 بعد از ظهر و وقت کابل است. هر کس میبینی هر سو افتاده خود انداخته زیر سایه یک درخت یک جایه که خود راحت کنه. دوستان عزیز زیادتر پی وی سی است، ساخت ساز میشه، کارخانه میشه و اون طرف هم آلومینیوم و فرنیچر.
دیگه اینی بخشک ها دوستان عزیز مربوط پروان دوم میشه که هند لوحه هایش هم زده. پروان دوم شهر کابل، دویم پروان، 24م علف سرک. دوستان عزیز داریم نظرگی بود. خب به هر صورتش میریم اما تو دوستان عزیز به پیش. این طرف هم دوستان از چند هتل عروسی بسیار زیبا و مقبول است که هتل مروارید است، کابل استار کانتیننتال است و تالار عروسی فانوس است. نیو کرسال فرنیچر هم در پهلویشان است و دیگه هتل های عروسی رو بین دوستان عزیز در تصویر میبینین. همین هتل مروارید دوستان عزیز بسیار زیبا هستم واقعتش. خود دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتان.